اسپانیا تاریخچه عطرسازی خیلی با قدمتی داره، ولی داستان رو از دوره رنسانس شروع می‌کنیم. عطرسازی در اسپانیا تحت تاثیر صنعتی شدن و پیشرفت‌های علمی اروپا قرار گرفت و شرکت‌های عطرسازی توی اسپانیا افتتاح شدن و تولید انواع خودشون رو شروع کردن. کشورهای زیادی به واسطه قدرت نظامی و کشتیرانی اسپانیا مستعمره این کشور بودن. این خودش عامل شده بود که عطرسازان اسپانیایی با روش‌های عطرسازی دیگر تمدن‌ها از جمله عطرسازی شرقی آشنا بشن و همچنین بندر بارسلون یک مرکز تجاری گسترده و پررونق بود و کلی مواد اولیه اروپایی و شرقی رو برای عطرسازان اسپانیایی فراهم می‌کرد. همچنین از ثمرات مستعمرات آمریکایی اسپانیا مواد اولیه و کمیابی مثل وانیل و تنباکو و کاکائو و چوب‌های معطر بود که به عطرسازان اسپانیایی این قدرت رو میداد که در خلق روایح خلاقیت بیشتری به خرج کنند. عطرهای اسپانیایی ریشه در فرهنگ و هنر و موسیقی اسپانیایی داره که بازتاب دهنده روحیه شاد و گرم و پر انرژی مردمان اسپانیاست. عطرهای اسپانیایی تنوع روایح زیادی داره، از رایحه‌های مرکباتی گرفته تا رایحه‌های گرم و شرقی. پویک لاوه از مهمترین نام‌های عطرسازی اسپانیاست.